کمرمق اقتدار سایه ها، ابرهای تیر فام ریزش ستاره ها، های و هوی جغد شب یورش کلاغ ها، عصر بیشعوری و منطق الاغ ها، دست های پشت پرد دشمنان نابکار، اتحاد گرگ ها، طعم تلخ روزگار، ناله های سینه سوز و گریه های مادران، قتل عام بی دلیل 67 خاوران، جوخه و تناب دار قرش تفنگ ها، لخته های سرخ خون به روی تخت سنگ ها، دختران باکره ره سپار قتلگاه، یک دو خوب قبل مرگ طبق رأی دادگاه، مرگ عشق و عاطفه مردمان روسیا، خاک مرده ریخته روی شهر پرگناه، ذهن‌های منحرف و انحراف ذهن‌ها، اقتدا به قعر چاه، انجماد فکرها. چالش گرسنگان، رؤیت هلال ما، سرزمین حسرت و عذاب و درد و رنج و آه، قلب‌های آهنین، انفجار عقده ها، زندگی شیک خائنین و سرسپرده ها، قتل های مستمر و دولت بی اختیار، سیرجانی، فروهر و فری و بختیار، زنده زنده سوختن آخرین سکانس رکس، بازجویی ترانه با شکنجه های سکس، سینمای ارزشی بر مدار لودگی، فیلم های پوچ و مبتذل رواج هرزگی، مطربان خودفروش دست بوس هر رئیس، خوش صدا و خوش ادا و خوش لباس و کاسلیس، ورزش سیاسی و سیاستی پر از درو، زنده باد مرده باد متصل صدای بوق، چنگ های زرگری خوک سبز یا بنفش، رای گیری به زور داس و چکش و درفش. کار و اختلاس و پول شویی عجیب، پیش چشم خلق خفته با ظاهری نجیب، ریشه های اختلاف مذهب و زبان و قوم، خنده های روس و انگلیس، نقشه های شوم، انقلاب مخملی و انقلابی ملوز، شادی یواشکی خندوانه های لوس، جاهلیت مدرن بردگی به سبک نو، دکترین هایدگر مارکس نیچه یا اوشو، موسم زوال عقل و حکمرانی جنون، عصر بیشعوری و شراره های خشم و خون، دوره افول عشق و انزوا و انحطاط، انقلاب صنعتی، ازدواج با ربات، شام آخر جهان با شراب نیتروژن، کیک زرد هسته‌ای و قارچ‌های هیدروژن، همگرایی و وفاق در مسیر قهقرا، یک سقوط ناگزیر از ورا به ماورا.